مشتبه اصلا دیوونش میخوام بکنم. زالش برانگیز یا چالش؟ اصلا ببین یعنی این یه تیکه رو میبینی فقط تو اکسپلوره. بسم الله الرحمن. محسن مسلمان، اولین سوال، عجیب ترین آپشنی که تو قرارداد خودت یا فوتبالیست دیگه ای بوده چی بوده؟ فلوت میزنم میاد بیرون. 100 میلیون برام آپشن گذاشته بودن دعوا نکنم. خوب شد دستتو تیم بستم. نه. سن تو بگو. مال سال 97 96 پرسپولیس 97 دیگه نبودی پرسپولیس؟ گرفتم 100 میلیون ولی دعوا نکردی دیگه. آخر پس 100 میلیون بهت دادم بابت اینکه دعوا نکردی. بوس هم کردم. جدی؟ خب خوبه. چه پولای مفتی. شما خواهشاً راجع به پول مفت صحبت نکن. قشنگ من دخالت نمی‌کنم. تو که اصلا من تو که هیچ نگو. گوش بدید. بیشترین طلبی که داری از تیم یا شخصی چقدره برای چه سالیه؟ چه سالی از کیه؟ از من میکرد. پرسپولیس دارم برای همون سالی که دادم 300 تومن سال 95. 95 300 تومن طلب داری. هنوزم بهت ندادن. نمیخوام. آقا صبر اومد شکنجهش کن. نه بابا پرسپولیس طلب داره نه دیگه دست به افتخارش بزنی. بزن آقا بزن آقا. آموز که نمیزنه. بگیره. داشت دمش کم پرسپولیس طلب داره نرفته بگیره. خب این دست نداره بعد بره بگیره. نه دمش کم دمت کم آقا محسن دوست دارم ولی